من با گفتن این حرفا دارم خودم رو تو خطر بزرگی میندازم. وقتی تایمر تموم بشه ویدیوی اصلی شروع میشه و شما با دونستن این تایمر قلاب محتوا نیست برای محافظت از توی که تصمیم بگیری ویدیوی اصلی رو نبینی، چون ممکنه که با دیدنش همه باورات، قدرت نگاهت به زندگی همشون تغییر کنه. اگر میخوای به زندگی عادیت ادامه بدی هنوز وقت داری، ولی اگه ویدیو شروع بشه دیگه راه برگشتی نیست. عجله کن، تصمیم تو بگیر. میخوای بدونی چرا تو خوابت میتونی تصاویری از آینده رو ببینی، یا چرا بعضی وقتا قبل از اینکه واقعا اتفاقی بیفته حس میکنی که قرار اتفاقی بیفته؟ انسان یه موجود سه‌بعدیه که به بعد چهارم یعنی زمان دسترسی نداره، ولی اگه داشته باشه چی؟ ما تشکیل شدیم از طول، عرض، ارتفاع. ما وقتی نور به ما میتابه سایه ما شکل میگیره که ارتفاع نداره، یعنی سایه یه جسم سه‌بعدی میشه دو بعدی و به همین ترتیب سایه یه جسم دو بعدی بعد از تابش نور میشه یه بعدی. پس منطقی نیست که در نظر بگیریم ما سایه یه موجود چهار بعدی هستیم که نور بهش تابیده، موجودی که به خاطر چهار بعدی بودنش تسلط کامل به زمانو داره، که ما سایه اونیم. همونطور که سایه ما چهره نداره اما تمام حرکات ما رو تقلید میکنه، ما هم سایه اون هستیم که چهره نداریم اما از رفتار اون نسبت به زمان آینده تقلید میکنیم. اگه دفعه بعدی چیزی از آینده حس کردی بهش گوش بده، چون اون صدای تو نیست، صدای من. تا همین جاشم زیادی گفتم. شاید واقعا نباید این ویدیو رو میدیدی، شاید واقعا باید این ویدیو رو رد